سلام سلام سلام. بالاخره رسیدیم به ویدیوی هفته آخر بهمن ماه و اوایل اسفند و ببخشید من این ویدیو رو قرار بود جمعه در حقیقت براتون آپلود کنم، ولی زیاد وقت نداشتم و از طرفی جدای از وقت همیشه زیاد حالم اوکی نبود اونطوری که بتونم ویدیو رو خوب و در واقع با حال خوب آپلود کنم و گفتم برای اینکه خراب نشه بذارم با یکی دو روز تأخیر این کارو بکنم و بالاخره آپلودش کردم و رسیدیم به هفته‌ای که خب هفته پیش گفتم قراره تو این هفته یک در واقع تلاشی بکنم یعنی و ببینم حالا چقدر میتونم تو این هفته مطالعه کنم و تلاشم در حیطه پیوستگی باشه، یعنی تلاش کنم که حالا بعد از حالا چند هفته‌ای که تو ویدیو قبلی هم توضیح دادم به خاطر مشکلاتی که پیش اومد درست تلاش نکردم، پیوستگی از دست رفته بود. برای همین باید این هفته یه طوری می اومدم جلو که بشه یک مبنایی برای این هفته و هفته‌های بعدی که در واقع پیشرفت هایی هم قراره وجود داشته باشه. این هفته من حدوداً 38 ساعت مطالعه کردم. خب اصلا چیز بدی نیست و دقیقاً طبق هدف گذاری بود که تو ذهن خودم داشتم. من هفته پیش هدف گذاری خاصی نکردم، فقط گفتم میخوام بخونم ببینم تا چه حدی میرسم، ولی در واقع برنامه ریزیم اینجوری بود که در واقع حدود 5-6 ساعت بخونم و همین 5-6 ساعت رو نگه دارم از شنبه تا جمعه، از اول هفته تا آخر هفته. و این کار رو برای این کردم چون مدت زیادی دور بودم از مطالعه و اینکه این کار رو انجام دادم که یک 5 ساعت یک کف مناسب باشه که باهاش دوباره ساعت مطالعه رو زیاد کنیم و خوشبختانه کل هفته حفظش کردم کف رو و یکی دو هم 6 ساعت داشتیم. در کل حدوداً 37-8 ساعت مطالعه داشتیم. پیشروی خوب بود، تعداد تست خوب بود و در کل هفته به نظرم خیلی خوبی بود، جدای از اینکه ساعت مطالعه چقدر شد. ولی یه چیزی که خیلی تو این هفته نکته مهمی بود اون پیوستگی بود و منم یه توصیه‌ای که به همه شما دارم اگر که این ویدیو رو میبینید، یه توصیه خیلی مهم دارم بهتون، اونم اینه که اگر که مدت زیادی که فاصله گرفتید حتما این کارو بکنید. حتما با یه ساعت مطالعه کم شروع کنید، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت این کارو بکنید یه هفته، بعد میفهمید که من منظورم چیه. خب شما وقتی که مدت زیادی عقب میمونید یهو میگید خب الان من مدت زیادی که عقب موندم، از خیلی عقبم، از خیلی مباحث عقبم، خب حالا فردا بریم 10 ساعت بخونیم، انرژی داری. خب فردا میری شروع میکنی 10 ساعت هم میخونی، خب پس فردا 10 میخونی، 3 روز دیگه کامل میریزی پایین، چون اون مطالعه‌ای که تو کردی مطالعه با فشار بوده و مطالعه‌ای که با فشار باشه دووم نمیاره، یعنی پیوسته نیست. و من این هفته‌ای که روزی 5-6 ساعت خوندم رو شاید برابر میدونم با هفته هایی که برنامه 10 ساعته داشتم، یعنی هدف گذاریم واسه روز 10 ساعت بود ولی 4-5 ساعت میخوندم و عذاب وجدان منو نابود میکرد. چرا؟ چون برنامه‌ام 10 ساعته بود و میگفتم 5 ساعت یه افته. خب در حالی که اگر من از اول این روند رو پیش میرفتم و از ساعت کم شروع میکردم میرفتم بالا، خیلی پیشرفت بیشتری داشتم و قطعا مطمئن باشید 7 روز 5 ساعت بسیار بهتر از اون 7 روزیه که شما برنامه 10 ساعته داشته باشید ولی فقط 3 روزشو 10 ساعت بخونید و بقیه روزاشو بیایید پایین و بابت اون پایین بودن عذاب وجدان بگیرید. این عذاب وجدان واقعا یه کاری میکنه که
اون هفته‌ای که برنامه 10 ساعته داشتید بسیار کیفیتش کمتر میشه از اون هفته‌ای که برنامه 5-6 ساعته داشتید. در کل گفتم این نکته رو رعایت کنید. اگر شما هم مثل منید و مدتیه که دور بودید، نگران نباشید، عقب نمیافتید. خیلیاتون فکر میکنید، خیلیامون البته منم همینطور فکر میکردم، فکر میکنیم که مثلا خب الان من هفته 5 بخونم، بقیه دارن 10 میخونن، 12 میخونن، 13 میخونن، اگه من یه هفته 5 بخونم عقب میفته. نه، این اتفاق نمیفته. حتی بهتر از اون برنامه 10 ساعته به این 5 ساعت عمل میکنی، حتی از وجدان نداری و بهتر بهش عمل میکنی، حتی بیشتر از برنامه 10 ساعته داشتن پیشرفت میکنی. خب دارم واسه اونی میگم که مدتی دور بوده و این یه نکته خیلی مهمه، خیلی مهمه و حتما رعایتش کنید. همین الان یه برنامه 4-5 ساعته بچینید و برید جلو. و من امسال تجربه های بسیار زیادی داشتم و اشتباهات بسیار زیادی کردم و همش با خودم میگم این کاش زودتر مثلا به یه سری تجربه ها دست پیدا میکردم و یه سری چیزها رو به دست می آوردم، یه سری مطالب رو زودتر میفهمیدم و جلوی اینکه ضربه بخورم رو میگرفتم. ولی باز خدا رو شکر میکنم که یه سری مطالب رو باز الان رسیدم بهش و فرصت دارم که از این مطالب استفاده کنم و امیدوارم که یه کمک خیلی 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 ریزی هم به تو کرده باشم و تو هم ازش استفاده کنی. خب این هفته گفتم چطوری بوده کیفیت و ساعت مطالعه. این نکته هم خدمتتون گفتم که امیدوارم کمکتون کنه و اینکه دیگه چی میمونه، مثل همیشه هدف گذاری میمونه که من نمیخوام یهو ببرمش بالا و هدف گذاریمون فعلا بالای 40 ساعته. خب حالا دقیقاً 40 و چندشو نمیدونم، خب ولی خب تلاش میکنم بالای 40 ساعت باشه و خب حالا باید ببینم که شرایط چطوری میره جلو و در کل تمام تلاشمو میکنم دیگه، تمام تلاشمون رو بکنیم که ساعت مطالعه رو ببریم بالا و یه شیب چطوری بگم، یه شیب ملایمی داشته باشه و این خیلی قضیه مهمیه که پیشرفت شیب ملایم داشته باشه، پیشرفت کمیت. و خب میدونم فرصت چند ماهی که در انتظار داریم، در پیش رو داریم، بسیار بسیار قابل اهمیته و نمیشه کم کاری کرد به هیچ وجه و منم این کاری که میگم به خاطر اینه که مبادا یه طوری جلو بریم که وسط راه یهو ول کردنی به وجود بیاد، یهو فشار باعث بشه که چند روز فاصله بیفته و دوباره اون اتفاقاتی که نباید بیفته و برای همینه میگم محتاطانه باید با این 3 ماهی که در دستمون داریم رفتار کنیم که از دست نره و در واقع همش مفید باشه. و خب مثل همیشه دیگه یه جورایی باید ویدیو رو به پایان برسونم. صحبتامو کردم و مطالبی که باید گفته میشد رو گفتم و اینکه امیدوارم هفته بعدم یه هفته خیلی خوب باشه. این هفته خیلی هفته خوبی بود. شما هم بگید که هفته‌تون چطوری بوده، چطوری پیش رفتید، حتما تو قسمت نظرات اینو بگید و امیدوارم که خوب پیش رفته باشید. امیدوارم که روند شما هم خوب بوده باشه. اگه هم خوب نبوده فدای سرتون. از وجدان همیشه یه چیز مخربه، ناامیدی همیشه یه چیز مخربه. تو هر سطح و هر نقطه‌ای هستید از همونجا بلند شید و اگه یک قدم بعدتون رو میبینید همون یک قدم رو بردارید و در کل هیچ اهمیتی نداره که
تا الان چی کار کردید و کجا بودید و چه مشکلاتی دارید، هیچ اهمیتی نداره و همین که الان هستید، حضور دارید، زنده اید، همین کافیه و برای از این به بعدش هم تلاش کنید. خیلی ممنون برای تماشاتون. امیدوارم که هفته پرکار و قوی رو با وجود شرایطی که هست داشته باشید و خوب عمل کنید. تا دیدار بعدی، بدرود.